به گوشی کودک از آن گفتن بعد از تولد شدن، یعنی یک وقت ساعتی معین دارد، یا اینکه بعضی ها میگن که برابر تولد شدنش، اما برابر تولد شدنش کودک رو اول آبازی نمیدارند، یعنی بعدی تولد شدن، چنانه که در حالتی که تولد شد از آن قامت میگویند به گوشش، همین رو یک روشن‌تر میکرده برای تماشاگران. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة والسلام علی رسول الله و علی آله و اصحابه و من والاه. اما بعد، مسئله اذان خیلی که در صحبتی گذشته اشاره کردیم، اذان گفتن در سنن ابو داود آمده است. حدیث ابو رافع است. بسیار علما حدیث را صحیح گفتند، ولی مسئله قامت حدیث هاش ضعیف است. ولی در مسئله های ترغیب و ترهیب برخی از علما میگن به حدیث ضعیف در مسئله های ترغیب و ترهیب عمل کردن باکی ندارد. میگن بسیاری از محدث ها این قاعده رو محدث ها گذاشتن و عمل کردن، از جمله امام نووی و غیر این کس. خلاصه اذان بله هر چقدر میتواند بر وقتتر گوید بهتر است، برای آنکه اولین ضربه از جانب شیطان میشود. پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند که هر یک کودکی که به دنیا می آید غیر مریم و فرزندش عیسی علیهم السلام، دیگر تمام فرزندان بنی آدم در وقت تولد از ضربه شیطان بی نصیب نمیمانند. شیطان با برابری تولد شدن به مابین انسان ضربه میزند که کودک گریه میکند. این اولین ضربه از جانب دشمن شد. بنابراین وقتی که ما اذان میگوییم، بسیار ضربه جوابی با قوت و ضربه دندان شکن بر شیطان است. الله اکبر، الله از همه چیز بزرگ است. 4 مراتب اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله. حتی بعضی علما گفتن که همین اذانی که به گوش کودک گفته شد و قامتی که گفته شد، نمازش نماز جنازه است. ببینید اگر در نماز جنازه اذان قامت ندارد، یک باره امام صفها را راست گرید میگه الله اکبر میگه. برای چی؟ برای آنکه اذان قامتش در روز تولدش گفته شدگی است.